کجا رفتی تو ای بابا که می دیدی به چشم خود به زیر نور رحمانی منور گشته است کشور. یا مردی مسافر اومده گو ما شما را فتحاتیه اومدم روغون آباد کنی میریم بعد مردن خوابی آجی خانه باید شاید گگو که جمعگی در بیار سال در بیار. در این راستا من این لحظه میخواهم از ایجاد یکی از مهندسان بسیار ورزیده روغون که اصلا تمام عمرش رو اینجا گذرانیده و با ایجاد نه تنها این کارخانه بزرگ سهم گذارند، این چنین از تجربه روغون چند کتاب هم با نام انشاءات هیدروتکنیکی زیر زمینی و هواداران ساحه هیدروانرژی پیشنهاد ساختند و پیشنهاد هواداران این طرح تقدیرساز و کل آنهایی که با ساحه هیدروانرژی و هیدروتکنیک سر و کار دارند پیشنهاد ساختند. این چنین من با خبر گشتم که دوره های آخر لحظه های با نفقه پیش آمدن، مراد اسلام با شعر هم دست زدن. مراد اسلام یکی از موفق ترین شخصیت های این مضافات است، همچون مهندسی ورزیده، همچون ایجادکاری موفق و همچون پدری صاحب احترام. ولی من گمان میکنم که کمی اطرافیان مراد اسلام با خبرند که او با الهام آمده شعر هم آفریده است. ما این لحظه یک شعری در وصف خود روغون ایجاد کرده این مهندسی ورزیده رو در قرائت خودش در یکی از موضوعهای بسیار مهم ساختمان برای شما پیشنهاد میکنیم. زمان کودکیم بود شنیدم قصه بابا که گفت ای عزیزانم خداوند گنج دنیا را برافکنده درون کوه نگهداری کند آنجا، ولیکن برف بارانش مبدل گشته بر دریا برد هر ذره آن را پریشان کرده بر وادی ها رساند تا با اقیانوس جلای پوله هایش را. همین است که زی بنیادش تمام مردم دنیا زنند تیشه و قعری کوه زی بحر نقره و تیلا، زنند غوطه درون آب که یابند گوهری والا. ولیکن قوم من باشد گرفته دست یکدیگر به زیر پرچم پیشوا، همان پیشوا که از منبر نترسیده ز سختی ها می سازیم گفت روغون را. همان مرد خیرتمندی که سنگ اولینش را نشسته بر سر چنبر برافکنده درون آب به دست خود ز قلب خویش ببستند پیش دریا را. کشیده زحمت بسیار درون کوهی آبی گرم یک آبی گرم دو، مهندسان هم کارگر و هم کوهکن و کفشیرگر نمودند معبد بنیاد که در حیرت آورد به خطر. به جای سجدگاه او گذاشته چرخ سحرانگیز روان کرده به سمت آن به سرعت آب دریا را. ببین چرخش که می چرخد تولد می شود نیرو که روشن کرده دنیا را. همان نیرو که اختر آفرد ز قعری وحش سرکش گوهری او گرفته بحر مردم سعادت نیکروزی وقت بر آرد. بپیوندد به هم همسایه ها اگر لازم شود هم سیم و زر آرد. ایا خلق عزیز من ببین امروز کوهستان مکان نور گشته است، مکان نور زحمت، مکان نور رحمت، مکان نور رحمان. کجا رفتی تو ای بابا
که می دیدی به چشم خود به زیر نور رحمانی منور گشته است کشور و می گفتی برای من ز اسرار قصه دیگر.